نات کوین توی صرافی‌های خیلی معتبری مثل بایننس لیست شد. توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش تبدیل کردن نات کوین به تونو بدم که تون دیگه ارزیه که توی همه صرافی هست و خیلی راحت میتونید بعد تونو بفروشید یا هم میتونید توناتون رو نگه دارید دیگه، دست خودتونه. من فقط میخوام آموزش فروش نات کوین رو بهتون بدم که چه جوریه. خب بچا ولت تلگرام رو بچا به هیچ شما وصل نکنید، حتما ولت تون کیپر رو وصل کنید. من توی این ویدیو هم از ولت تون کیپر استفاده میکنم. خب بچا برید بزنید روی اون گزینه که قفل بود و الان باز شده. بعدش بچا یه همچین صفحه‌ای براتون میاره، اون بالا ولتتون رو براتون میاره، ولتی که میخوایم بهش برداشت بزنید که من تون کیپر بهش وصل کردم. توی ویدیو قبلی کامل آموزش رو دادم و این پایینم بچا نوشته که هزینه تراکنش از طریق خود نات کوین پرداخت میشه و شما نیاز نیست توی این مرحله تون کوین داشته باشید. یعنی شما خیلی راحت میتونید نات کویناتون رو به تون کیپرتون برداشت بزنید بدون هیچ هزینه تراکنشی. پس بچه‌ها برید ولتتون رو وصل کنید و بعد بیاین اینجا گزینه کانفرم اند سند رو بزنید. بعدش بچه‌ها یه پیام براتون میاره و میگه تا 24 ساعت نات کویناتون به ولت تون کیپرتون واریز میشه. من توی این ویدیو بچه‌ها از طریق ولت تون کیپر بهتون آموزش میدم. یه سری ولت های دیگه مثل مای تون ولت و تون ها و اینا هست، ولی تون کیپر از همشون به نظر من بهتره و هزینه تراکنش هم خیلی توش کمتره نسبت به بقیه ولت ها. بعدش بچه‌ها صبر کنید، بین چند دقیقه تا چند ساعت باید صبر کنید. واسه من فکر کنم حدود 1 ساعت طول کشید. توی کانال میتونید برید دقیق ببینید، توی کانال دقیق نشون دادم که چقدر طول کشید که واسه هم واریز بشه. خب بچه‌ها اینجا همونطور که میبینید اون مقداری که من برداشت زده بودم واسه هم واریز شد. 9218 تا داشتم و اینجا هم همونطور که میبینید بچه‌ها 9218 تا واسه من واریز شده. اون هزینه تراکنشم ازم کم نشده و این عجیبه، نمیدونم قضیه‌اش چیه ولی همونطور که میبینید کم نشده. خب بچه‌ها واسه این که بتونید نات کویناتون رو تبدیل به تون کوین بکنید، تون کوین یه ارزیه که دیگه توی همه صرافی‌ها هست و بعدش هم میتونید نقدش کنید. حالا یه سری توضیحات دیگه هم در مورد نقد کردن درآمد در ادامه بهتون میدم. خب بچه‌ها شما باید برید توی تون کیپرتون. این قیمتی که بچه‌ها اینجا زده الان قیمتیه که الان که من ویدیو رو ضبط میکنم داره معامله میشه توی صرافی‌ها و اینا. شما باید بیاین توی تون کیپر وارد بخش مرورگر بشید. اینجا بچه‌ها همونطوری که میبینید هنوز هیچ نموداری واسش نیومده چون همین الان لیست شده توی صرافی‌ها. اینجا بچه‌ها بیاین وارد بخش مرورگر بشید. اینجا از بخش دیفاین صرافی اولیه که اسمش استونه رو انتخاب کنید. نسبت به اون دداست اینو من بیشتر قبول دارم. برید بزنید روش بچه‌ها. بعد اینجا ازتون میخواد که ولتتون رو کانکت کنید. کانکت ولت رو بزنید، اثر انگشتتون رو باید وارد کنید بعدش و ولتتون به این سایت کانکت میشه. اینجا بچه‌ها توی سایت توی بخش بالایی باید نات کوین رو انتخاب کنید، نات رو انتخاب کنید. همونطور که میبینید موجودیم هم آورده. توی بخش پایینی بچه‌ها تون رو انتخاب کنید، به صرفه ترینش همین تونه. همونطور هم که میبینید بچه‌ها چقدر قیمت شیخ توی این چند دقیقه‌ای که من دارم ویدیو رو رکورد میکنم، ولی چون دارم ویدیو میگیرم آموزشیه من انجام میدم این تراکنش رو که شما دقیق ببینید چه اتفاقی میفته. بعدش بچه‌ها گزینه سوپ رو از بخش پایینی انتخاب کنید. 9000 تا نات کوین الان که من ویدیو رو ضبط میکنم حدود 77 دلار 78 دلار میارزه که شما بچه باید توی ولتتون حتما یه مقدار تون کوین واسه یه هزینه تراکنش و تبدیل و اینا داشته باشید. و بچه بعدش یه همچین صفحه‌ای براتون میاره. این اسلایدر رو بکشید و بعدش اثر انگشتتون رو وارد کنید و بعدش تراکنش انجام میشه. بچه‌ها دقت کنید شبکه الان خیلی شلوغه، شاید 20 دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه و اینا طول بکشه که این تبدیل براتون انجام بشه، ولی فکر نکنم بیشتر از 5 6 دقیقه طول بکشه. ولی اگه 20 دقیقه اینام طول کشید تعجب نکنید چون شبکه‌تون الان خیلی شلوغه، همه دارن تبدیل و اینا میکنن و ممکنه اصلا به مشکل بر بخورید. پس حواستون به اینا باشه. بچه‌ها من صبر میکنم که این تراکنش انجام بشه. خب بچه‌ها حدود 3-4 دقیقه گذشت و یه همچین صفحه‌ای واسه من آورد. واسه اینه که میگم شبکه الان خیلی شلوغه و قیمتش هم دقیق الان مشخص نیست، ولی اینجا گفته که تراکنش در دسترس نیست، احتمالاً یا انجام شده یا اگه انجام نشده باشه نات کوینامو بهم پس میده. پس اینجا دیگه توی این صفحه کاری نداریم. من برگشت رو میزنم. اینجا همونطور که میبینید بچه‌ها موجودی نات کوین هم توی این صفحه صفر شده. اینجا توی صفحه اصلی تون کیپر یه رفرش میکنم. همونطور که میبینید بچه‌ها نات کوین هم کم شده ولی هنوز تون کوین بهم اضافه نشده و باید یکم صبر کنیم. همونطور که میبینید بچه‌ها تراکنش انجام شد. من نات کوین دادم به جاش تون کوین گرفتم و تقریبا حدود
11 تن فکر کنم شد اون 9000 تا نوت کوینی که من داشتم. و به همین راحتی بچه شما میتونید تبدیلتون رو انجام بدید. اگه مشکل داشتید یا خودتون نتونستید انجام بدید میتونید به ادمین من حامد پیام بدید. آدرس کانال تلگرام توی کامنت اول براتون پین شده، کمکتون میکنه. اگه هم هزینه تراکنش و اینا رو نداشتید براتون تبدیلتون رو انجام میده و کارمزدش رو کم میکنه. بچه‌ها الان توی ساعت‌های اولیه قیمت خیلی نوسان داره. اگه قیمت ثابت میخواین و میخواین بدونید دقیقاً چقدر میشه صبر کنید، 2-3 ساعت صبر کنید تا شب صبر کنید، فکر کنم قیمتش تقریبا ثابت بشه. خریدارا و فروشنده به یه قیمتی میرسن بالاخره به یه قیمت ثابت و اون موقع میتونید با یه قیمت ثابت نات کویناتون رو نقد کنید. پس حواستون به این خیلی باشه. این ویدیو رو بچه‌ها خیلی سریع براتون گرفتم که اینا رو بهتون بگم. صبر کنید یه ویدیوی بهتر براتون میگیرم و روشایی که میتونید باش نات کویناتون رو گرونترم بفروشید و بهتون میگم. من شما رو تو ویدیو بعدی میبینم. موفق باشید.